خر خودمم گرگ. در پکن چینی حرف میزدم شنیده بودی. به جان مادرم نفهمیدم چی گفتی، ولی هر جا هستید موفق باشید. یه تش گفتی چی شنیده بودی؟ کی تو؟ تو شنیده بودی. تو کیه؟ من کیه؟ تو خب من و تو الان داره قاطی میشه فکر کنم. من و تو قاطی شده الان. یه توضیح به من میدی؟ خفه میشم. با چشمای کثیفم نگاه میکنی به شما. خجالت نمیکشی که اینقدر بی‌ناموسم؟ الان بی‌ناموس کیه؟ من. اون وقت من کیه؟ تو. اون وقت تو کیه؟ من. الان فهمیدم من و تو قاطی شده. پس من چقدر بی پدر مادر بودم و بی‌ناموس بودم. گفت بیشون آقای جان. نه خواهر من خواهر تو نیستم. تو جیگر من هست. از اون فرقی نمی کندش. خیلی آشغالم من. یه دقیقه زر نزنم من. یه دقیقه گواله رو ببند. دهنمو میبندم یا میبندیش برام مردک کوتاه. آقا دهن اونو ببندی اصلا از شکنجه بدتر هست. خفه شو. تو داری خیلی خفه شو. باشه چشم. هر موقع وقت کردی لغتنامه و فرهنگ دستور زبان ده خدا رو مطالعه بفرمایید. چی میگم؟ هیچی نگو. لعنت بر پدر مادر کسی که به تو فارسی یاد داد. همین.